چی میشد عزیزم هر شب بنزم آیی آیی زیغمت بسوزم لبکات ببوسم خواهی خواهی میانی ما با تو یک الفتی بود بهاری عشق ما را آفتی بود میانی ما با تو یک الفتی بود بهاری عشق ما را آفتی بود چی میشد عزیزم هر شب بنزم آیی آیی زیغمت بسوزم لبکات ببوسم خواهی خواهی خدایی که خود شاعر است و زمینی که ما در زندگی میکنیم یک مجموعه شعرش است. اولا پیش از همه سلام خود را به همه و شما عزیزان دل میرسانم و مینداری خود را شخصا از نام خودم از نام برادرم اکای بابا و همه شما ابراز میکنیم که در این روز در این محفل وقتی خود را در این داشتن قدم‌های خود را در اینجا رنجه کردیم. تشکر زیاد خوش آمدید همه شما. با اجازت دانشمندان خبرنگاران و همه شعرهای ایران قدری که در این نشست حضور دارند هرچند برای من بسیار مشکل است در بین شما جرأت نمیکنم که سخن کنم ولی بازم محبت شما محبت به اندازه شما برای من این جسارت میبخشد. تشریف ما در این محفل برای معرفی کتاب یک شاعر است. چقدر که از قدیم تا به امروز انسان درست نشناخته بودن شعر هم درست شناخته نشده است و هر کس درباره شعر فکر و اندیشه خودش میگه و فکر من شعر زندگی است. وقتی که من تنها میمانم وقتی فکر میکنم که جایی ندارم که در دام و فریاد بزنم و سرود میخوام و سرود من از شعر عبارت است و از قلم همه شاعر. پیش از آنی که اکای هارون من همچون یک شاعر بشناسم من همچون انسان دوستش دارم. انسانی که قلبش پاکیزه است. انسانی که وقتی که با شخص دوستی میکنه تا به آخر جسد مردانه‌وار وفادار میمانم و چون من در خود این تجربه کردم من دوستی واقعی خیلی کم دارم. در این وقت هم دوستی واقعی را پیدا کردن خیلی دشوار است و در شخصیت آقای هارون راون من دوستی واقعی خود می‌یابم. اکای هارون برای پیشرفت صنعت تاجیک من یقین دارم که برای پیشرفت صنعت تاجیک و هنرمندان تاجیک خدمت بزرگ کرده است. من چنین فکر میکنم که موافقت ما با برادر اکای هارون در این است که شعور ما در زندگی یک است. چون یک سخن شد دوست دارم که همه وقت میگه تاجیکستان دوست دارم و هر آن خدمتی که برای پیشرفتی برای معرفی تاجیک و تاجیکستانیان اگر که ضرورت باشد دایم تکرار میکنه که من حاضر و آماده هستم و اشیاء ما برای همین در زندگی با هم یک است و با برادر هارون ما برای همین موافقت میکنیم. سخن من از جد کردن نیست و صرف گفتنی هستم که چون در آیله ما که پسر نیست
مادرم هم مثل پسرم و همچنین برادر دوستش میدارم و هر وقتی که میگم من میرم خوب به کانادا یا خوب به افغانستان و جای دیگر جاش در تاجیکستان و در دل من خالی میماند و باشه که با همین انسان دوستیش آدم دوستیش همین معرفی هنر تاجیک همراه که این شعار ما است در تمام دنیا پخش بسازیم. تشکر زیاد. یک بار دیگر خوش آمدید. Arman çıkar artık gamzene tamam bir mor gamzemiş ama senin bu. Yani her şey hoş duruyor. Eksprone gamzeler. Her şey duruyor. از قلب اگر برم چون شما التماس میکنید یک چهار میسشه ادام خوش نامه اگر برم خوب است. دوباره شما رو بشتید باسید. تشکر. یک سرودی که خودم فرمایش دادم به مرای کردم از سرودی بسر که برم نشون وقتی آشنا است Ama usta fikir kardiya mani biçiyorum. Oyunu usta ندارم. خب بیننده های گرانقدر ما در شهر باستانی کولاب قرار داریم و در آستانه جشن 2700 سالگی هستیم. ما در منزلی که اقامت داریم البته اقامت موقت از هنرمند خیلی مطرح که شما هم میشناسین شه از او هنرمندی که نمیگم معرفی نمیکنم ولی ازش تقاضا کردیم که بیا در پیش ما که ما خانه تا در کولاب ندیدیم و هنرمند کولابی هست و خانه تا در کولاب ندیدیم خودت پیش ما به آدرس دادیم و همین لحظه منججان دولت در کنار ما نشسته در این منزلی که ما چند روز اقامت داریم در شهر باستانی کولاب و خب میخوایم که از زبان خودش چند کلمه بشنویم. چه حال داری منججان قند؟ البته شهرتان خیلی زیباست شهر کولاب. تشکر زیاد و اولا سلام میگم به همه بیننده های تلویزیونی طلو که در این وقت ما را تماشا میکنن و شما که امروز در روزهای جشن شهر ما در روزهای عید شهر ما حضور دارین و زحمت هم میکشین در نواربردی در معرفی شهر ما و شما